بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، در آیت 97 سوره نساء رسیدیم. الحمدلله که بازم الله فرصت عمر داد و توفیق هدایت نصیب کرد که از این درس از درسهای شناخت قرآن و قرآن شناسی و فهم عقیده توحید در اشتراک بکنیم و از این درسها استفاده بکنیم. دوستای عزیز، در این آیت شریف که 14 حکم در سوره نساء بر ما و شما الله متعال بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حکم 14 حکم سکونت مسلمان ها در دیار کافرها هست. مسلمانایی که یا کسایی که در کشورهایی که کفری هستند و اونجا احکام کفر و طاغوت است، در این کشورها مسلمان میشن و کلمه توحید میخوانن. حکم از زنا در این آیت شریف بیان میشن و کسایی که در این کشورها میرن و زندگی میکنن درباره زنا همین آیت شریف است. الله متعال در آیت 97 سوره نساء میگه که ان الذين یقینا کسانی که توفاهم الملائکة که اونا را وفات میتن ملائکه، ظالمی انفسهم در حالی که اینا بالای خود ظلم کردن، یعنی در وقت جان کندن از اونا، وقتی که جان کندنشان شروع میشه و ملائکه به امر الله سبحانه و تعالی به قبض روح از اونا میان و اینا در وقت جان کندن الله متعال میگه وقتی که ملائکه برای قبض روح از اونا به حکم الله میان، این کسانی هستند که ظلم کردن بالای نفسای خود. ظلم کردن بالای نفسای خود. قالوا، ملائکه برشان میگه که فیما کنتم، شما در کجا بودین؟ در چی حالت بودین؟ مشکل شما چی هست که حکم الله برای ما شده که شما را با بسیار سختی و شدت روحتان قبض شود، در حالی که شما کلمه میخوانین و میگین ما مسلمان هستیم. قالوا، اینا با استدلال میکنن، میگن که کنا مستضعفین فی الارض، ما مردمای ضعیف بودیم در زمین. در زمین در جایی که ما بودیم مردمای ضعیف بودیم که نمیتونستیم که مثلا چیز کار بکنیم. ضعیف بودیم، بیچاره بودیم، ناتوان بودیم، از مجبوریت دمی منطقه کفری زندگی میکردیم. قالوا، ملائکه برشان میگن الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین الله واسع نبود؟ اقصر شما تنگ بود که بیاین در زیر حکم طاغوت، زیر حکم کفر، زیر حکم شرک اینجا زندگی بکنین؟ آیا زمین الله واسع نبود که یگان جای دیگه میرفتین تا تهاجروا فیها، در اونجا هجرت میکردین، یعنی از سرزمین کفر هجرت میکردین میرفتین در یک جایی که اونجا مسلمان ها هستن. الله متعال میگه فاولئک، همین مردمی که خدا میگن که ما ضعیف هستیم و بیچاره هستیم و در سرزمین کفر زندگی میکنن، مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم است، دوزخ است. و ساءت مصیرا، و الله متعال میگه بسیار جایگاه زشت است. اینالی آیت قرآن صراحتا برای کسایی که در سرزمین کفار، در جاهایی که کافرها زندگی میکنن و حکم کفر اونجا هست، در اینجا زندگی میکنن، الله متعال مأوایشان جهنم گفته است.
بسیار خطرناک است. جایگاهشان جهنم است و این قرآن است و ما و شما کل ما به یک آیت قرآن هم الحمدلله شک نداریم، در کلش یقین داریم. و الله متعال میگه و ساعت مسیره. خب برای فهم از طبعا طریقی درست و منهج درست و علمی و اکادمیک امی هست که ما امی آیات قرآن ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم تفسیر کردن و صحابه چی گفتن در این راستا و دیگه علمای سلف چی گفتن و بعد از اون مفسرین قرآن و تا عصر امروزی ما و شما حتی مفتی هایی که امروز فتوا میتن و علمایی که امروز کتاب های نوشته میکنن بخوانیم ببینیم چی میگن اونا. اول امام بخاری رضی الله عنه میگه که عن ابن عباس رضی الله عنهما، میگه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان الناس من المسلمین، یک تعدادی از مسلمان ها کانوا مع المشرکین، اینا به همراه مشرکا بودند. در چه وقت؟ در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکثرون سواد المشرکین علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا با وجود از که مسلمان بودن لکن چون در بین کافرها بودن، یکثرون سواد المشرکین یعنی امو تعدادی از اونا را بیشتر می ساختن، تعداد مشرکین بیشتر نشان میدادن، نفوسشان زیاد می ساختن، تعدادشان زیاد می ساختن. و این عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. یأتی السهم، وقتی که شمشیر می آمد، مثلا جنگ میشد بین مسلمان ها و بین مشرکین و کفار، اینجا مسلمان ها هم تیر می زدن و اونا هم تیر می زدن. وقتی که مسلمان ها تیر می زدن فیصیب احدهم فیقتله، این تیر مسلمان ها به این مسلمانی که در بین مشرکین زندگی میکنه به این اصابت میکرد و این را میکشت. او یضرب فیقتل، یا زده میشد کشته میشد. اینال در مورد از یا الله متعال چی گفت که خوالی خو میگه مسلمان هستیم کلمه میخوانیم، این آیت قرآن میگه فانزل الله ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، امی آیت شریف سوره النساء آیت 97 و این حدیث 4596 صحیح البخاری هست. در این مورد احادیث و اقوال زیاد است، اقوال سلف صالح و سایر علما و مفتیان اسلام. مثلا امام النسائی رحمه الله روایت میکنه عن قیس ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعث سریه الى قوم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سریه را به قوم من خثعم، خثعم یک طایفه بود، مشرکین در اینجا بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک گروپ سریه، ما و شما در درس قبلی هم خواندیم که سریه او گروپی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مجاهدین ترتیب میکرد و اونا را روان میکرد، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیرفت. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کس دیگه را امیر جهاد تعیین میکرد و او را میگفت شما برین امرایشان، در این وقت باز خودش که نمیرفت، این سریه میگن. اگر باز خودش شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتراک میداشت باز او را غزوه میگن. از این خاطر ما و شما کلمه غزوه و کلمه سریه در کتاب‌های حدیث و سیرت زیاد میشنویم. اینال این صحابی مبارک میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سریه را، یک گروپی از مجاهدین به سرکردگی یک امیر جهاد دیگی به غیر از خودشان به قوم خثعم اونجا فرستادن. فاستعصموا بالسجود، اینا استعصام به سجود کردن، فقتلوا کشته شدن. فقضى رسول الله صلی الله علیه و سلم بنصف العقل و قال انی بریء، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شد؟ ای کسایی که اونجا بودن، امی مردما فقتلوا کشته شدن، میگه باز رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این به نصف العقلش، این باز بعضی علما گفتن که این کلمه به نصف العقلش که است این در حدیث ضعیف است، اما دیگه حدیث صحیح است. وقال انی بریء من کل مسرف، اصل گپ سر اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ انی بریء، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که انی بریء، ما بیزار هستم، من کل مسلم مع مشرک، هر مسلمانی که به امرای مشرکین زندگی میکنه.
ثم قال میگه باز رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الا لا تراء ناراهما، آگاه باشین که نباید آتش هایتان با هم نزدیک باشه یکی دیگه، یعنی اینقدر نزدیک نباشین که همسایتان باشه و آتش تو رو ببینه تو آتش از او رو ببینی. سابق آتش میکردن، مثلا پیش خانه خود آتش میکرد و آتش میکرد، آتش از او آتش کسی رو نبینه. یعنی در عصر امروزی ما چراغ از اونا رو ما نبینیم، اونا چراغ ما رو نبینه. امام ابو داود روایت میکند، میگه عن سموره بن جندب، سموره بن جندب رضی الله عنه میگه اما بعد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من جامع المشرک و سکن معه فانه مثله. من جامع المشرک، کسی که امرای مشرک اجتماع کرد، در جامعه مشرکین زندگی کرد، و سکن معه و به امرایش سکونت کرد، یعنی روابط اجتماعی به امرای مشرکین داشت و امرای زنا یک جای زندگی کرد، فانه مثله، این مثل مشرکین حکمش است. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى، از خواسته های نفسی خود صحبت نمیکنه، ان هو الا وحی یوحى، وحی است. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا اینو میگه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما این هم میگه قال كان قوم من اهل مکه اسلموا، میگه یک تعداد مردم مکه در وقتی که مکه هنوز فتح نشده بود میگه یا مسلمان شدن، و كانوا يستخفون بالاسلام، میگه اسلام خود پوشیده نگه می‌داشتن. فاخرجهم المشركون یوم بدر معهم، میگه مشرکین در غزوه بدر وقتی که آمدن اینا را هم امرای خود چی کردن؟ اینا را امرای خود در جنگ آوردن و ضد مسلمان ها اینا را بیرون کردن. و اصیب بعضهم، بعضی از این کسها چی شدن؟ با اینا اصابت شد، یعنی کشته شدن یا زخمی شدن. فقال المسلمون، میگه مسلمان ها گفتن کان اصحابنا هؤلاء مسلمین، میگه تی خود دوستای ما بودن، مسلمان ها بودن، و اکریهو به جنگ به زور اینا را آوردن. مثلا کسایی که در تاجیکستان، مردم تاجیکستان که در روسیه زندگی میکنن، روسا اینا را به زور به جنگ میبرن. کسایی که مثلا افغان ها که مثلا در امریکا هستن، دیگر روز امریکایی ها، کسایی که مثلا در جرمنی هستن، از جرمنی برش میگه خلاص تو اینجا سیتیزن هستی، تو نشنالیتی گرفتی، تو اینجا امتیازات داری، امروز جنگ هست، بفرمایید که ما در جنگ حرکت کنیم. اینمی کسا در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان بودن، خود هجرت نکردن، در بین مشرکین زندگی میکردن، دین خدا مخفی نگه میداشتن. صحابه وقتی که دیدن که اینا در جنگ کشته شدن یا زخمی شدن، میگه یا گفتن که یا خب دوستای ما بودن، مسلمان ها بودن، و بسیار یعنی این برشان سخت تمام شد کراهیت و یا بزور در جنگ آورده شدن. مسلمان ها گفتن فاستغفروا لهم، یعنی برشان استغفار بکنیم که الله ببخشیشان، خب بیچاره مسلمان بودن در اونجا. فنزلت، میگه این آیت قرآن نازل شد که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين، ما ضعیف بودیم. قالوا الم تكن ارض الله واسعه، آیا زمین الله واسع نبود؟ آیا زمین الله نبود؟ آیا زمین الله واسع نبود که شما فتوحاجروا فیها، شما اونجا هجرت میکردین؟ پس اونو که اشخاصی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان شدن، در بین مکه در بین مشرکین ماندن و در جنگ آمدن و کشته شدن، این آیت قرآن درباره‌شان نازل شده. عبدالله ابن عباس میگه و در آخر آیت است که فاولئک مأواهم جهنم، اینا جایگاهشان چی هست؟ دوزخ است. فکتب، میگه نوشته شد الی من بقی بمکه من المسلمین بهذه الآیه، میگه کسایی که از مسلمان ها در مکه مانده بودن این آیت قرآن برشان نوشته شد
برشان روان شد که لا عذر لهم، برتان عذر نیست. عذر نیست که شما معذرت خواهی بکنید، بلکه حکمتان بسیار خطرناک آمده است. امام طبری رحمه الله میگه، امام طبری رحمه الله میگه که چی هستن؟ میگه اینا چی میگن؟ امی کسایی که در کشورهای کفری باقی مانده هن، میگه یستضعفنا اهل الشرک بالله فی ارضنا و فی بلادنا بکثرت عددهم. اینا کسایی که در این منطقه هستن، میگه که ما را ضعیف ساخت مشرکین کافرا که در زمین ما بودن. ببین در زمین ما بودن و بلادنا و در کشور ما بودن، به کثرت عددهم و قوتهم، با کثرت عدد و قوتشان، تعدادشان. یعنی یک نفر در کشور کفری مسلمان میشه، این حکمش است. اینال یک کسی که از کشور از بین مسلمان ها میخیزه در بین از میره، این خب باز پسان میگه که خطرناکتر است. اینال میگه این استدلال میکنه که اونا تعدادشان زیاد بود، قوی بودن. فیمنعوننا من الایمان بالله، ما را از ایمان به الله و اتباع رسوله صلی الله علیه و سلم و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مانع میشدن. از این خاطر ما مجبور بودیم همون دین خدا، عقیده خدا را پت میکردیم. معذرتون، امام طبری سرش چی میکنه؟ سر ای گپ از اینا تبصره میکنه و میگه معذرتون ضعیفه، عذر بسیار ضعیف، و حجت واهیه و دلیل غیر معقول. این کسایی که مسلمان میشن، یک اروپایی مسلمان میشه، یک امریکایی، یک چینایی مسلمان میشه، یک روسی مسلمان میشه و در بین از اینا زندگی میکنن و باز این دلیل میگن. امام طبری میگه که معذرت از اینا ضعیف است و دلیلشان غیر معقول است، واهی، به ارزش. حالا شما تصور بکنید دوست عزیز، کسی که باز از جایی که مسلمان ها زندگی میکنه از این میره و در بین روس یا در بین جرمن یا در بین امریکایی یا دیگه کفار زندگی میکنه. قالوا ملائکه برشان میگه الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین الله وسیع نبود که هجرت میکردی؟ یقولوا فتخرجوا من ارضکم و دورکم، برهن از زمینتان و از خانه هایتان، و تفارقوا من یمنعکم بها من الایمان بالله و اتباع رسوله. امام ابن کثیر رحمه الله این آیت شریفه چه قسم تفسیر کرده. ببینید بعضی اوقات علمای بزرگ وقتی که تفسیر میکنن دقیق در کلماتشان متوجه شوین که اونا چه قسم تفسیر میکنن و علمای دیگه کلمات از اینا را چه قسم میفهمن. امام ابن کثیر میگه الآیت الکریمه عامه، میگه این آیت عام است فی کل من اقامه، در مورد هر کسی که اقامت میکنه بین الظهرانی المشرکین، در وسط مشرکا زندگی میکنه، و هو قادر علی الهجره، قدرت هم داره که هجرت بکنه، ولیس متمکنا من اقامت الدین، متمکن نیست که دین اقامه بکنه. یعنی دین اقامش این نیست که مثلا یک نفر تنها وضو بگیره و نماز بخونه و روزه بگیره و حج بره. اقامه دینی است که ای بخیزه مثلا توحید بیان بکنه، جهاد بیان بکنه، نظام اسلام بیان بکنه، حکم تشریعی الله را بیان بکنه، از مسلمان هایی که مثلا چی از بتانه دفاع بکنه. این اقامه دین میگه. اینال وقتی که این انسان در کدام کشور کفری میتونه کسی درباره جهاد گپ بزنه، میگه نماز بخونی برو شخصی است، آزادی شخصی هست. خب نماز میخوانی و روزه میگیری و مثلا حج میری، مشکل نیست. اما نام از نظام اسلام بگیری، تروریست هستی. کسی را مثلا در مسائل حجاب و این مسائل دعوت بکنی، به خاطر بگویی که اینجا باید در زمین الله، حکم الله، آدم علیه السلام خلیفه الله بود و این در سرزمین الله باید خلافت اسلام قائم باشه، بگو که چی وضعیت میکنه. این حال میگه امام ابن کثیر میگه که من اقام بین ظهرین مشرکین و هو قادر علی الهجره ولیس متمکنا من اقامت الدین، دین نمیتونه اقامه بکنه. حتی سر فامیل خود، سر خانم خود میتونه کرده، خانمش زنگ بزنه
پلیس میایه و برش میگه میتونه در میراث اسلامی، میراث خود اسلامی تقسیم بکنه؟ نمیتونه. اولادای خدا میتونه مثلا سرشان حکم الله را چیز کنن، این چیز بگه فورا پلیس میایه و ایره میبره. پس اینمی عدم تمکن اقامه دین اینمی هست که تو در خانوادت یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. پس این شخصی که میگه این قسم است و هو ظالم لنفسه، امام ابن کثیر میگه این ظالم است به نفسش، مرتکب حراما بالاجماع، مرتکب حرام شده با اجماع و به نص هذه الآیه، فقط به خاطر که در اینجا زندگی کرده نبر آمده این مرتکب حرام شده و ظالم است و به نص آیه و مأوای جهنم است. و این و ظالم بعضی اوقات میگه اینجا ظلم باز معنی بیشتر که بریم خوبتر واضح میشه. محمد اسماعیل مقدم میگه که و اظهاره دینه لیس هو مجرد فعل الصلاه. این همین گپی که من پیشتر بر شما گفتم، میگه اظهار دین اینجا به معنای از این نیست که ابن کثیر رحمه الله گفته است که دین خدا اظهار بکنه. یعنی اظهار دین که شما میگن ما میتونیم، یا کسی میگه ما میتونیم نماز بخونیم، ما میتونیم روزه بگیریم، ما میتونیم در مسجد ما بشینیم درس داشته باشیم داشته باشیم، او میگه و اظهاره دینه، اظهار کردن این شخص دینش را، لیس هو مجرد فعل الصلاه، میگه این مجرد فعل نماز خواندن و سایر فروع دین، دیگه فروعات دین نیست، و اجتناب و محارمه که ای از محرماتش هم خدا مثلا سود نمیخوره، زنا نمیکنه و غیر ذلک. انما اظهار الدین، اظهار دین به این معنی است که مجاهراته به توحید، که بخیز آشکارا توحید بیان بکنم، والبراءة مما علیه المشرکون، که بخیز مثل ابراهیم علیه السلام بگه که اینی بریء منک، ما از شما بیزار هستیم، به براحت خدا آزاد گفته بتانه، میتونه گفته در سر زمین. ابن کثیر اینو میگه والبراءة مما علیه المشرکون من الشرک بالله فی العباده، که برای مردم بخیزه بگه که ما بیزار هستیم از این کریستیان و از این تسلیس و از این سه خدایی که شما دارین و از این یهودی که مثلا ظلم میکنن، ما از یا بیزار هستیم. میگه این قسم میگه و غیر ذلك من انواع الكفر و الضلال، اینجا بگه که اینی کفر است، اینی گمراهی است، اینی ناروا هست. زین الدین ابن رجب حنبلی متوفای سال 795 هجری که در فتح الباری همین شارح صحیح البخاری است، کتاب است بسیار مشهور است به نام فتح الباری شرح صحیح البخاری. این یک عالم به نام زین الدین ابن رجب حنبلی که در سال 795 هجری قمری 795 هجری قمری این صحیح البخاری را تشریح کرده. این وقت تولد فوت کرده و پیش از این فوت کنه این کتاب خدا را تالیف کرده. و حکا عن الحسن ابن صالح، حکایت میگه شده میکنه از حسن ابن صالح ان المسلم، خوب دقیق بگیرین این سخنه که در فتح الباری شرح صحیح بخاری هست، میگه ان المسلم اذا اسلم بدار الحرب، میگه اگر مسلمان یک شخصی در دار الحرب، جایی که دار الحرب است، امروز دار الحرب کی است؟ امروز امریکا دار الحرب نیست ولی دار الحرب است. چرا؟ وقتی در فلسطین کل دنیا میخواد در فلسطین مسلمان ها کشته نشه، امریکا میره در پالوی امریکا، انگلیس کلشان میرن، فرانسه کلش رئیس جمهورش میره، صدر اعظمش میره و در پالوی صدر اعظم صهیونیست‌ها استاد میشه و قول میده و ما همراه شما هستیم. و امروز ناتو از زمانی که اندلس سقوط شده که در جنگ هستن و تا امروز فلسطین چند سال است که جنگ است، همین جنگ همین 3 ماه پیش که شروع شده همین هست، یا از سال 1948 تا به امروز جنگ است و همین قتل است و کشتن است. با حال بیخی دست جمعی خواستن که یک بانه پیدا کردن، حال بیخی باید کشته شوند کل از اینا. این حال مسلمان ها امرای زنا در جنگ است. آل زین الدین ابن رجب حنبلی چی میگه؟ میگه که حسن ابن صالح میگه که ان المسلم، وقتی که یک مسلمان اذا اسلم بدار الحرب، مسلمان شد، کافر بود در دار الحرب مسلمان شد، و اقام بها مع قدرته، و در بین از زنا با امرای قدرتش که میتونست قدرته علی الخروج، میتونست که از اینجا برای، و هو کالمشرک، این میگه این مثل مشرک است فی دمه و ماله، در خونش و مالش.
وأنه إن لحق المسلم بدار الحرب، میگه اگر مسلمان از یک کشور دیگه که از مسلمان هاست میخیزه میاد در دارالحرب زندگی میکنه، این میگه از اونها ملحق میشه. این حکم چی است؟ میگه و انه ان لحق المسلم بدار الحرب، اگر یک مسلمان در دارالحرب میره که سرزمین کفار است، قانون کفار است، نظام کفار است و اقام به و در این اقامه میگزینه، صار مرتدا بذالک، میگه با این کار خود این مرتد میشه. صار مرتدا بذالک، میگه ای با کارش این مرتد شد. و در کدام کتاب است؟ در فتح الباری شرح صحیح البخاری تألیف زین الدین عبدالرحمن ابن احمد ابن راجب ابن حسن السلامی البغدادی ثم دمشق الحنبلی، متوفای 795، در جلد 2 صفحه 58 در مکتبه شامله ما گرفتیم، چون ما کتاب خودم نداشتم، از مکتبه شامله گرفتم. خب این قسم گفت. شیخ اسماعیل مقدم میگه الهجرت مستمرة الى ان تقوم الساعه، میگه هجرت دوامدار است تا که قیامت برپا شود. من بلاد المعصیه والفسوق الى بلاد الطاعه، میگه هجرت دوامدار است تا روز قیامت که انسان از کشورهایی که در اونجا معصیت است و فسق و فجایع است و کشورهایی که در اونجا طاعت است به او این هجرت بکنه. و من بلد الظلم الى بلد العدل، از یک کشوری که اونجا ظلم است و جایی که اونجا عدل است، عدل اسلام است. و من بلد البدعه الى بلد السنه، و از بلد البدعه، از کشور بدعت، الى بلد السنه، به کشور که اونجا سنت تطبیق میشه. و من بلد الكفر الى بلد الاسلام، و از کشوری که کفر است به کشوری که اونجا اسلام است. شاید بعضی دوستا بگن که عالی خب فعلا نیست، وقتی که مسلمان ها نخواهند نیست دیگه. کدام مسلمان خواسته که نظامش نظام اسلامی باشه و کلشان مسلمان ها خیستن و به خاطر از کار کردن که نظام اسلامی نتانستن؟ هر کس رفته گفته من اگر امریکایی آمده مسلمان ها را سرکوب کرده، اولین کسی همین مسلمان بوده که امروز در پالوی امریکایی شیشته، در پالوی انگلیس شیشته، در پالوی جرمن شیشته، در پالوی روس شیشته، امونا بودن که از اونها دفاع کردن و بر مسلمان ها هیچ چیز نمانده. مجبور شدن حالا که است وقتی کت کفار شیشتن از کفار دفاع کردن، بالاخره روزش که آمد مجبور است کت کافر بره در اونجا چی بکنن؟ زندگی بکنن و خودش بر خود زمینه را جور کردن. به هر صورت من فقط نقل اقوال میکنم برای دوستای عزیز که در جمله آخرت در جمله کاتمین نباشم که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. کسایی که میگه کتمان میکنن، میپوشانن آیات احادیث حکم الله را، این مجبور هستیم میگیم یکی باز مثلا قناعت کی حاصل میشه و قناعت کی حاصل نمیشه. فقط ما اقوال نقل میکنم و اگر شما کسی خفه میشه سر می کسایی که فتوا دادن، سر مفتی ها، سر علما، سر مفسرین، سر از اونا خفه شد. سلیمان ابن ابراهیم ابن عبدالله اللاحم میگه قالوا فيما كنتم، میگه فيما كنتم توبیخ الملائکه لهم، میگه این سرزنش ملائکه هست بر از این مسلمان هایی که لما اقاموا فی دار الشرک، میگه وقتی که اینا اقامت در دار شرک داشتن و ترک الهجره و هجرت میگه ترک کردن و ما حالهم فی هذا المقام الذلیل فی ارض الشریک، و آنچه که حالت از ناست در این حالت ذلت در بین سرزمین مشرکین. ولی در سرزمین مشرکین کسایی که زندگی میکنن با امو ذلتی که در اونجا هست، ما ویدیوهایش میبینیم، ویدیوهایشان میبینیم که با چی ذلت و خواری وقتی که از کشتی پایان میشه، وقتی که در اونجا زندگی میکنن، وقتی که پلیسی نمیگیره و با چی ذلت اینا را سرشان وضعیت خراب میکنن. مفسر دیگه قرآن سعدی رحمه الله هست میگه فإن الملائکة الذين يقبضون روحه، میگه ملائکه‌ای که روح را قبض میکنن یوبخونه بهذا التوبیخ، این سرزنش میکنن با اینمی سرزنش توبیخ العظیم، میگه با این سرزنش بزرگ و یقولون لهم، و برشان میگن که فیما کنتم ای علی ای حال کنتم، میگه شما با کدام حالتی بودین و به ای شیء تمیزتم عن المشرکین، شما با چی از مشرکین فرق داشتین؟
خوراکتان، پوشاکتان، لباستان، زندگیتان، اولادتان، خانمتان، کلتان، سیستمتان یک تکه مثل مشرکین بود. عمو برهنگی که مشرکین داشت شما، عمو شرابی که اونا می نوشیدن شما، همین قسمی که اونا مثلا خوراک و تل اختلاط بی حیایی کل چیز شما هم اینجا بدین. ملائکه برشان میگه و بیایی شین تمیز من المشرکین، شما از مشرکین چی فرقی داشتین؟ یعنی چی فرق داشتین؟ بل کثرتم سوادهم، شما تعداد مشرکین زیاد کردین. و ربما ظاهرتموهم علی المؤمنین، و شاید هم بر مؤمنین اینا را شما همکاری میکردین، برای کافرها جاسوسی میکردین، برشان تلویزیون ها داشتین، برنامه ها داشتین، میخیستین میگفتین که قرآن 50 جای غلطی داره، 100 جای غلطی داره، مثلا پیغمبر این قسم است، انوز سر مسلمان ها میخیستین دشمنی داره میکنین. و فاتکم الخیر الکثیر، خیری بسیار زیاد، و الجهاد مع الرسوله، و جهاد امرای پیغمبرش، و الکون مع المسلمین، و بودن با مسلمان ها. چند چیز از شما عزیزان رفت؟ تعداد مشرکین این دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرآن، مثل که یا احادیث که گفته میشه، مثل که همین سر موضوع تطبیق میشه. میگه این ملائکه وقتی که اینا را میگیره، این حالت اینا را میکشن، برشان چی میگن؟ برشان میگه شما به ای شیء تمایزتم من المشرکین، خود ملائکه پس برشان میگه بل کثرتم سوادهم. این عالم میگه وقتی که ملائکه پرسانشان میکنن شما از مشرکین چی تفاوت داشتین؟ تعدادشان زیاد کردین نکردین؟ بل و ربما ظاهرتموهم علی المؤمنین، بعضی اوقات شما که در صف مشرکین میآمدین به ضد مسلمان ها جنگ میکردین. امروز اگر مثلا پوتین بخواد جنگ بکنه امرای مسلمان ها، خب قدیروف اولین کسی است که امرای اسکرای خود از چچن امرایش است. رحمانوف اولین کسی است که کتش می جنگه، و دیگه کسایی که زیر دست از اینا هستن امرایشان همکار هستن و لشکرای از اینا کتشان میره. خب و فاتکم خیر الکثیر، بسیار از نیکی ها از پیش شما میره، و جهاد با پیغمبر از پیش شما میره 4، و بودن به امرای مسلمان از پیشتان میره، و معاونت هم علی اعدائهم، ای که شما مؤمنین با بالای دشمنایشان کمک باید، این کل امور خیر از دست شما میره. خب شما دیگه چی میخواین؟ دیگه چی کنین؟ دیگه از این که بعد یافت میشه. شارح کتاب اصول اعتقاد اهل السنه لالکائی. لالکائی یک چی است؟ لالکائی یک عالم اسلامش میگذاره سخت است، یکی از علمای سلف است. یک کتابی داره به نام اصول اعتقاد اهل السنه، و این یک عالم دیگه شرح کرده. این شارح از چی میگه؟ لکن لابد ان تعلم، میگه گوش کن عزیزم، خوب باید بدانی ان الذهاب الى بلاد الكفر عموما، رفتن به سرزمین کفر به شکل عام، امر منکر فی الشرع، یک چیز منکر است، از جمله منکرات است در جمله شریعت اسلامی. و النبی علیه الصلاة والسلام کما جاء فی سنن ابی داود، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قسمی که در سنن ابی داود آمده، قال گفته است انا بریء، من بیزار هستم، ممن اقام، از کسانی که اقامت میکنن، بین ظهرانی المشرکین، در بین مشرکان. فهذا الحدیث، میگه این حدیث که از ترهیب و وعید شدید، میگه این بسیار ترساندن است و وعید خطرناک است، لمن یذهب، کسی که میره الى هناک، به این کشورهای کفری، بغیر حاجت ولا ضرورت ولا مصلحت شرعیه. حاجت داریم بفرمایید بگین حاجتتانه، باز ملائکه را قناعت بدین. ولا ضرورت، بدون ضرورت. چی ضرورت داریم؟ مریض هستی، کدام مشکل دیگه داری، در سرزمین خودت میکشید کسی، در حالاتی که مثلا ضرورت است، بله نوش جانت. کدام حاجتی داری و یا کدام مصلحت شرعی هست که برای تو اجازه دادن، بازو هستم. خب شیخ عبداللطیف آل شیخ، این شیخ عبداللطیف آل شیخ نمیفهم 40 سال پیش 50 سال پیش مفتی عربستان سعودی بود. آل خب مفتی ها بیچاره بسیارشان تغییرات کردن و کسایی که در اونجا چیز میکنن، اما در او وقت مثلا شیخ عبداللطیف آل شیخ میگه الاقامت ببلد یعلو فیها الشرک و الکفر، میگه در زندگی کردن در اون کشوری که در اونجا بالادستی چی است؟ بالادستی شرک و کفر است. شرک دستش بالاست، مشرک و کافر دستش بالاست. و یظهر الرفض، و اظهار میکنه رفض، یعنی در کشور روافض و در کشوری که و دین الافرنج، در جایی که دین فرنگیاست. فرنگ کی را میگفتن سابق؟ همین فرانسوی اروپایی و نحوهم و امثالشان من المعطلة، از کسانی که شریعت تعطیل کردن
معطلة للربوبیت والالهیه، یعنی کسایی که ربوبیت الله را قبول ندارن و الوهیت الله را قبول ندارن و تو امروز اونا در اونجا زندگی میکنی و ترفع فیها شعائرهم و شعائر از اینا بلند است. وقتی که اینا میخوان که یک چیز کفری را تجلیل بکنن بسیار با همت و آزادی و بلندی و توی ده هیچ ممانعت کردن نمیتونی. و یهدم الاسلام و توحید، در مقابلش اسلام و توحید تا که میتونه ایره از بین میبره. و یعطل التسبیح و التکبیر و التحمید، این چیزا را هم از بین میبره، خوش در اینجا گپا را معطل قرار میده. سبحان الله و تکبیر و حمد. و تقلع قواعد الملت والایمان، اساسات ملت و ایمان ایره چی میکنه؟ دین و ایمان ایره از بین برده میره. و یحکمو، چقدر تفصیلی گپ میزنن، میگه و یحکم بینهم به حکم الافرنج و الیونان، و در بینشان به قانون اروپا و قانون یونان، قانون انگلیس، قانون فرانسه اینجا حکم میشه. و یشتم السابقون، نه تنها قانون است اونجا، حتی وقتی که در تلویزیونایشان کس بخواد شتم بده، دشنام بده، سابقون من اهل بدر و بیعت الرضوان، بخواین که اهل بدر و بیعت الرضوان دشنام بدن، مثل که در بعضی کشورهای که اونجا روافض در حکومت هستن. اقامت کردن بین اظهرهم والحالة هذه، میگه زندگی کردن در میان از اینا در حالی که همین قسم است. لا تصدر عن قلب باشره حقیقت الاسلام والایمان والدین، میگه از قلبی که در اونجا اسلام و ایمان و دین داخل شده باشه، از او این کار نمیشه که بخیزه اونجا بره و زندگی بکنه و فامیل داشته باشه و اولاد داشته باشه و کل چیز خودم جور بکنه. بل لا یصدر، بلکه عالم میگه، من فقط ترجمه میکنم براتون. بل لا یصدر عن قلب، بلکه این صادر نمیشه از قلبی که رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، او قلبی که با ربوبیت الله راضی باشه و با دین اسلام راضی باشه که اسلام دین ما باشه و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر باشه، او قلب این قبول نمیکنه که در اوت یک جایی که پیغمبر توهین میشه، تحقیر میشه، قرآن در مقابل چشمایشان در تلویزیون در داده میشه، حکم اسلام توهین میشه، در اینجا باز میگه کدام قلب این اجازه میده که در اینجا باشه؟ فان الرضا بهذه الاصول الثلاثه قطب الدین، میگه این رضایت به این که الله ربت باشه و اسلام دینت باشه و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر باشه، میگه این قطب یا محور دین است. و علیه تدور حقائق العلم والیقین، میگه اینجاست که علم به لا اله الا الله و یقین به لا اله الا الله و علم به قرآن و سنت و یقین به قرآن و سنت، میگه در این محور میگرده. و فی قصه اسلام جریر بن عبدالله انه قال، میگه جریر بن عبدالله مسلمان شده. این همی شیخ عبداللطیف آل شیخ نقل میکنه، میگه در این قصه بسیار چیز است. میگه قال یا رسول الله، میگه این شخص آمد جریر بن عبدالله گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بایعنی و اشترط، امرای به بیعت بگو و شرط بگو بر من، یعنی شرط اسلام بگو. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تعبد الله، این شرط اول، الله را عبادت میکنی، ولا تشرک به شیئا، کسی را به امرای الله شریک نمیکنی. گفت درست. و تقیم الصلاه، نماز میخونی. تو نه که بگی من مسلمان هستم نماز نمیخونم، نماز میخونی. گفت صحیح است. و تؤتی الزکات، و زکات میدی. و ان تفارق المشرکین، از بین مشرکین مبرایی، دو قریه که مشرکین است در بین از او زندگی نمیکنی. و فیه الحاق و مباشر، ای عالم باز در پشتری که ایره ذکر میکنه باز میگه و فیه الحاق مفارقت المشرکین به ارکان الاسلام و دعائمه العظام. سبحان الله. میگه در این گپی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ارکان اسلام چی بود؟ عبادت الله، نماز، دادن زکات. میگه در این ارکان اسلام چی رو داخل کرد؟ ان تفارق المشرکین، که از امرای مشرکان میگه چی باشی؟ دوری بکنی. این از جمله این میگه سه اساس سکو و فیه الحاق مفارقت المشرکین، میگه دوری از مشرکین به ارکان اسلام و دعائمه العظام، به او ارکان اساسی اسلام، پایه های اصلی اسلام چی است؟ عبادت الله، شرک نشه، نماز خوانده شود و زکات داده شود. و در پالی از این چهارمی رو میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه که او چی هستن؟ که دوری از کافرها و مشرکین است.
ز جاهل گریزنده چون تیر باش، نیامیخته چون شکر و شیر باش. سابق میگفتن ز جاهل گریزنده چون تیر باش، نیامیخته چون شکر و شیر باش. حالا باید بگویم که ز کافر گریزنده چون تیر باش، نیامیخته چون شکر و شیر باش. خب شیخ محمد خضیر میگه که و تجد المسلم مع الاسف. شیخ محمد خضیر نوشته کرده و من اینجا نقل میکنم. میگه و تجد المسلم مع الاسف، میگه مسلمانم میافی با بسیار تاسف یقیم بین الظهرانه مشرکین، که در بین مشرکین کافرها زندگی میکنه. و قد یقلد المشرکین، گاهی باز چی میکنه؟ از همین مشرکین تقلید هم میکنه. مثلا خانمش تقلید از مشرکین میکنه، اولادش تقلید از مشرکین میکنه، خودش تقلید از مشرکین میکنه. و قد یتأثر ببعض افعالهم، گاهی متأثر به افعال از این مشرکین میشه. ولا یخشى علی اولاده، میگه این شخص نمیترسه به اولاد خود من ان ینحرف، که منحرف شوند، و ان یرتد، و می اولادهای ما مرتد شوند. این خب مثلا در نسل دوم و سوم خب منحرف میشن، مرتد میشن. کما حصل لاولاد کثیر ممن یعیش فی بلاد الکفر، میگه چنانچه حاصل شده و بسیاری کسایی که زندگی میکنن در کشورهای کفری. ولا شک، میگه این شک نیست، هذا تفریط، این بسیار عقبمانی از اسلام است. یعنی یک بعضی کسا افراط میکنن، بعضی کسا تفریط میکنن، از اسلام قیچی کردن میره، این نیست این نیست این نیست این نیست. ولذا میگه به این خاطر الهجرت من اوجب الواجبات، هجرت از واجب ترین واجبات است. ولم تبح الحیلة الا فی سبیلها، میگه حیله نیست که تو مثلا بعضی میگه حیله بکنیم، چال بکنیم، مگر در چی؟ دمی هجرت کردن تو یک حیله بر یک راه جور میکنی که از این کشور کفری خدا بکشی. ولم یعذر، میگه در این مسئله عذر ندارم، عذر داده نشده، الا الضعیف المستضعف الذی لا یستطیع، مگر ضعیفی که بسیار در حالت ضعف است که نمیتونه. لا یستطیع ولا عن طریق، حتی با چالوازی و با یک شکل هم نمیتونه که از اینجا خدا بکشه، اما تو بند مانده. و الا اذا استطاع عن طریق الحیله، اگر میتونه تو نورمال خود نمیتونه رفته به یک چال و به یک شکل مثلا از طریقایی که مثلا قانونی نه، از طریقای غیر قانونی مثلا خود از بلاد کفر بکشه، میگه اگر باید به این شکل هم تانست، تعینت علیه الهجره، به این مستضعف تعیین است که باید از این کشور کفری چی کنه؟ برای هجرت بکنن. فالاقامت بین الظهرانی المشرکین، عالم چی میگه؟ میگه زندگی کردن در بین مشرکان لا شک انها خطر علی النفس، این شک نیست که این بسیار خطر بزرگ بالای نفس خود انسان است. به کثرت الامساس، چی میگه؟ که خوب یک قاعده میگه به کثرت الامساس یقل الاحساس، به هر اندازه‌ای که امرای یک کسی بسیار اختلاط داشته باشی، اما احساس تو روز به روز کم شده میره. مثلا یک نفر وقتی که دو روز اول اونجا میری سیل میکنین، بعضی چیزا تو ایران میمونه، چشمای تو این چی حال است، این چی گپ است؟ میگه وقتی که زیاد شده رفت، احساس تو هم چی میشه؟ کم شده میره، بی تفاوت شده میری. و کم حصل من عظائم الامور لبعد من یتکرر منه السفر، میگه بسیار دیده کسایی که در کشورهای کفری زیاد سفر میکنن، ببینید که احساسشان روز به روز کم شده، بی تفاوت هستن در حجاب، بی تفاوت از دریش به حجاب، بی تفاوت میشه اساسات شراب، بی تفاوت میشه در حکم طاغوت، بی تفاوت میشه در بی غیرتی، بی تفاوت میشه در این مسائل، بیخی هم تو روز به روز میگه این میشه. فضلا میگه کسایی که زیاد سفر کردن، ما دیدیم، یا عالم میگه کسایی که زیاد اینجا سفر کردن، میگه یارا ببینم تو احساسشان از بین رفته. فضلا عن الاقامت بین الظهر، اما او کسی که خودش در بین مشرکین اقامت میکنه دائمی، تجده یتساهل شیئا فشیئا، میگیره میبینی که اما تو سستی میکنه کم کم. امروز خانمش مثلا چادر کلان او سکت، برو خیر هستی که هستن، دیگر روز مثلا چادر کمک در حلقه گردن اثرش خطا خود، برو زنای دیگه چادر نداری خیر است، یک نیم چادر خواست. دیگر روز یک آستینکش کوتاه میشه، دیگر روز خودش مثلا در نماز است، برو نماز خو که مردم نمیخوانم، من خود خانه میخوانم، چی جماعت برم. دیگر روز اما تو آستا تجده یتساهل شیئا فشیئا، امی قسم تساهل میکنه آیسته آیسته، حتی لا یکون الشخص الذی تعرفه من قبل، میگه دیگر سهل میکنی هیچ احساس نمیکنی که همون شخص است که ما دیدیم
در اول که مثلا در خارج میره مثلا مردم به اسلام دعوت میکنم، کتابای اسلامی میگیرم، مردم میکنم بسیار اما حماسه می داشته باشن. دیگر روز که ببینی باز روز به روز وضعیت خراب شده میره. قرآن دشنام میده، پیغمبر دشنام میده، جهاد دشنام میده، مجاهد دشنام میده، اسلام دشنام میده. یک تکه آستاسا برش ببینی مشکلات پیدا میشه. فالاسفار یا عالم از سفر میگه فالاسفار و اضرارها عظیمه. میگه سفر در اینجا زیاد نکنین که ضررش بسیار است و عواقبها وخیمه. عواقبش بسیار زیاد است. کسی که زیاد سفر میکنه در کشورها فضلا عن الاقامت بین ظهرانیهم، میگه چی میگیره که در بینشان زندگی میکنن التي لابد ان يتاثر بها مهما قال. میگه حتما وقتی که زندگی کردی دائمی متاثر میشیم. هر قدر که شخص بگه نه والا من بسیار دیندار هستم، فلانی هستم، لابد ان يتاثر، حتما متاثر میشه. هیچ امکان نداره که در اونجا باشی و با عادات از اونا، با فرهنگ از اونا، با رواج از اونا مجبور هستی در هتلش بری مثلا نان بخوری، مجبور هستی مثلا در شب خانهش مجبور هستی که بری مریض تو بری، در موترش مجبور هستی خود بالا شی همراه خانم اولاد با اونجا خود. این وضعیت است. در فتاوای شبکه اسلامی آمده است وقت نقل ونشریسی، میگه ونشریسی نقل کرد عن القاضی ابی الولید ابن رشد، میگه این قولش هم گفته اذا وجب بالکتاب و السنت و اجماع الامه، میگه وقتی که با قرآن و سنت و اجماع امت واجب شد علی من اسلم بدار الحرب ان یهجرها، میگه وقتی که یک کسی که در دار حرب، در دار کفار که مثلا که مسلمان ها در جنگ هستن، میگه اگر کسی در اونجا مسلمان میشه بالای ازی واجب است با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت که از اینجا هجرت بکنه، از این کشور کفری ای دار حرب هجرت بکنه و یلحق بدار المسلمین و جای بره که دار مسلمان ها هست. ولا یسفی بین المشرکین و یقیم بین اظهرهم، ای باید بین مشرکین در بین از اینا اقامت نکنه لئلا تجری علیهم احکامهم، تا که بالازی احکام و قوانین کفار سرش تطبیق نشن. چرا اگر مسلمان شد اونجا ماندی خب از قوانینش سر تطبیق میشن. فکیف یباحو، حالی علمایی که در فتاوای شبکه اسلامی هستن میگه فکیف یباحو، پس چه قسم مباح است لاحد بر یک شخص الدخول الى بلادهم که داخل شوند در کشورش. این خودش بخیزه او که مسلمان شده میگه قانون بر از او گفته که او از او باید برای این چه قسم است که مسلمان از سرزمین خود بخیزه بره در بین از اونها. حیث تجری علیه احکامهم، کجا وقت رفتی مسلمان باز بالایش احکام کفار تطبیق میشه. فی تجارت نوغید، چی تجارت باشه و چی در امور دیگه. وقد کره مالک رحمه الله، میگه مالک رحمه الله، امام مالک ابن انس رحمه الله را میگه ان یسکن احد ببلد، میگه او میگه برش بسیار بد میگه که کسی زندگی کنه در یک کشوری که یسب فیه سلف، یسب فیه یعنی دشنام داده میشه به سلف صالح. در او تو کشور زندگی نکن در جایی که به سلف، به صحابه و به تابعین اینا کسی دشنام میده. فکیف ببلد یکفر فیه بالرحمن، باز میگه خیلی اینجا وضعیت چطور است که یک کسی در کشور میره که اونجا بیخی به الله کافر هستن و تعبد فیه من دونه الاوثان، و در اونجا بغیر از الله دیگه بتها پرستش میشن. لا تستقر نفس احد علی هذا، میگه نفس هیچ کسی در اتجاه زندگی کردن خوش نمی باشه، نفسش در اونجا راضی نمی باشه الا مسلم مریض الایمان، مثلا او مسلمانه که ایمانش مریض است و در نواقص مبتلا هست. خب شیخ اسماعیل مقدم میگه اما اليوم، امروز فللاسف الشدید، میگه بسیار جای تأسف است، تأسف بسیار شدید است. صارت کلمت الهجره، از معاصرین ما شما چی میگه بسیار جای تأسف است که صارت کلمت الهجره یراد بها الهجره الى استرالیا و امریکا و اروپا. میگه حال مردم از سرزمین مسلمانا چی میگه حال سرچپه ساختن، میگه هجرت جور کردن کجا، والا فلانی هجرت کرد به استرالیا، هجرت کرد به امریکا، هجرت کرد به اروپا. بدلا ان تكون الهجره من دار الكفر الى بلاد المسلمین، این که مردم از دار الکفر بخید از اونجا اجرات بکنه بگه حداقل در بین مسلمانان زندگی میکنم، میگه انعکس الحال، کلی چی شدن؟ سرچپه شدن. و صارت الهجره عندهم الى بلاد الكفار، میگه این مردم ها پیشان کلی چی سرچپه شده، اسلام هم سرچپه شده. چه قسم؟ امریکایی میگه ما در امریکا چقدر شهید دادن،
شهادت بردن بر امریکا. هجرت به چی کردن؟ هجرت بردن به کی؟ از سابق از بلاد کفر به اسلام باید بی، یا به سرچپه ساختن میگه از بلاد اسلام، از سرزمین مسلمانان به بلاد کشورهای کفر میرن. غیر مبالین بذلک الوعید شدید. میگه سختی سگو چقدر سخت است که اونجا برشان میگه که اولای که مأواهم جهنم. میگه ایرسه که میگه بی تفاوت هستن. و غیر مبالین به قول النبی صلی الله علیه و سلم، میگه دیام در قصهش هستن، نه آیت در فکرش هستن. و انا به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگه انا بریئون، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من بیزار هستم من کل مسلم یقیم بین ظهران المشرکین، از هر مسلمانی که در بین مشرکین زندگی میکنه، در بین کفار زندگی میکنه. و قال صلی الله علیه و سلم برئت ذمة ممن اقام مع المشرکین فی دیارهم، ما ذمه خودم از اونا براءت کردیم که از اونا چیز کسایی که مشرکین است، یعنی حتی یعنی با یک از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج بشن. غیر ذلك من الاحادیث الکثیره، میگه چقدر آیات و احادیث است و یا میگه بی تفاوت است. سبحان الله. 15مین با شما 14مین حکم ختم شد. 15مین حکم زنان، اطفال و مردان ضعیف که در میان کافرها زندگی میکنن. خب حالا کسی میگه هیچ استثنایی نیست، یعنی کلگی در کفر داخل میشن و کلگی در این حکم داخل هستن، کلش در دوزخ میره. اینجا الله متعال میگه الا المستضعفین، استثناء هست. یکی اصل قاعده هست، یکی استثناء هست. تو مثل از زور سرچپه جور نکنین که اول از استثناء بعضی فکرتان باشن. درباری ها و کسایی که مقصدای پیسه و امکاناتی که پادار که مردم از پیشم خفه نشه و کلگی مرا خوب بگویه، او چی میکنه؟ او از استثناءات شروع میکنه. همینجا هم که حکم پرسان بکنی، از کجا شروع میکنه؟ از مستضعفین. الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و علما از کجا شروع کردن؟ اصل قاعده را گفتن که اگر یک کسی در بین کفار زندگی میکنه، ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين قالوا الم تكن ارض الله واسعه، سرزمین ملائکه اولئک مأواهم جهنم، یا جایگاهشان جهنم هست. هم قاعده اساسی را گفت و هم جایگاهش جهنم گفت. آل استثناء را بیان میکنه، میگه الا المستضعفین، به استثناء، یعنی از این حکم کی مستثنا هست که در دوزخ نمیره و این میگه الا المستضعفین، مگر کسانی که بسیار ضعیف هستند. من الرجال، بعض مردهای پیر ضعیف هستند، و النساء، و زنهای پیر ضعیف هستند، بیچاره هستند، و الولدان، و اشتکا و طفلا هستند، لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، برآمدن نمیتونن، نه کدام راه دارن، نه حیله دارن، نه امکانات دارن، نه وسایل دارن. بیچاره اونجا قرار افتادگی سن حیران ماندن که حالا چطور بکنیم. لا یستطیعون حیلة، هیچ حیله ندارن که چه حل بکنن یا از راه غیر قانونی خدا بکشن و هیچ برشان راه پیدا نمیشه. برازیا چی است؟ میگه که فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، میگه الله امید است که اینا رو چی کنه؟ عفو بکنه، چون ضعیف واقعی هستن، مجبور واقعی هستن، بسیار مشکل دارن. و کان الله عفوا غفورا، و الله متعال عفو کننده و مغفرت کننده هست، به شرط که عذر یک انسان عذر باشه که بتانه مثلا الله و رسولش صلی الله علیه و سلم و الله بفهمه که واقعا اینا عذرشان به جای هست و قلبشان پاک است. 16 حکم هجرت به خاطر دین الله سبب دریافت نعمت‌های زیاد میگرده. میگه اگر شما در راه الله هجرت کنین چی میشه براتون؟ آیا نتیجه خوب داره؟ این آل میگه ببینید که وقتی براتون میگم هجرت کنین نتیجه ببینید. و من یهاجر فی سبیل الله، میگه هر کس که هجرت بکنه در راه الله، الله راضی باشه، الله مثلا مرا از پیش میشه، الله متعال میگه کسی که به خاطر الله، به خاطر دین الله، به خاطر جهاد فی سبیل الله هجرت میکنن، یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعا، میگه ای در زمین الله بسیار فراخی پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه، بسیار میبینه که وسیع هست، امکاناتش است. و من یخرج من بیتی، اگر میگه یک کسی از خانه خود برآمد به خاطر چی؟ مهاجرا الی الله و رسوله، که مهاجر است، قصد کرده الله و رسول که من میرم به جایی که اونجا با الله و رسول خوب بتانم که عبادت الله را بکنم، خوب مثلا اطاعت از رسول الله را بکنم. میگه ای که از خانه خود برآمد ثم یدرکه الموت، در می وقت از این خانه خود برآمد مرگش آمد، وقتش پوره بود، تا اون منطقه ایش نرسید، چی میشه؟
فقد وقع اجره علی الله، میگه اجر ازی بالای الله، الله برش اجر میده ولو که میدان دروازه خانه خود هم این مرگ برش برسه. و کان الله غفور رحیم. اینجا الله متعال صفات غفور، مغفرت و رحمت خدا برای جنا استعمال کرده برای مهاجری که به خاطر دین الله هجرت کرده هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.